عملی گشتن برنامه رشد ساحه کیرمک پروری و کارکرد پیله در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2012-2020 امکان داد که پرورش کیرمک و استحصال پیله را به بهبودی بیارد. بابای حیدر بابانظرف زاده جماعت دهات قراتاق طی چند سال است که به کیرمک پروری مشغول بوده، نقشه به عهده گرفته‌اش را برزیاد اجرا می‌نماید. امسال نیز از 3 قوطی تخم کیرمک پرورش نموده‌اش نیت دارد تا 70 کیلوگرمی پیله سپارد. وقتی که خوردن که باقوت شد بسیار تامین کردن در کار برکتی بیگاهی سحری آوردن بردادن در کار شبم هر یک 2 ساعت بردادن ما هم همینه 1.5 ساعت بردادیم شب کمتر مشقتی شب داره سیزنش بده 10 روز یا 15 روز میشن همین روز میکنیم این حقیقت همین شدگی حرارت چون خرابه مونده من پیچکا مونده این امسال کمتر هوا چه اومد خنک‌تر اومد پیچکا مونده گرم کردیم تمپراتور موندگی بودیم و نگاه کرد 20-25 گراد قپیدیم. کارخانه فری پیله خشککنی شهر ترسونزاده طی 10 روز است که از کشاورزان خواجگی‌های خرد و میانه و جماعت و دهات که به کیرمک پروری مشغولند پیله قبول می‌نماید. در کارخانه فری پیله خشککنی شهر 15 نفر کارگران کار و فعالیت داشته پیله‌های قبول گشته را از تشخیص گذرانده طریق اسباب‌های گرم‌دهی خشک می‌نمایند. از روی معلومات‌های کارخانه جمع‌آوری پیله تا دهه دوم ماه ایون دوام خواهد کرد و نیت دارند نقشه به عهده گرفته‌شان را برزیاد اجرا نمایند. 5.5 تن پیله استحصال کردیم. در سر ترازو پولش نقد گرفته ایستادند و مردم خرسند از این مبلغ گرفته ایستادهشون و پیله برای استحصال این مقدار پیله 300 قوطی تخم کیرمک در شهر وارد کرده شده. در 2 نقطه تخم زنده گردون در 2 حجره تخم زنده گردونی پر از زنده کرده شد و به اهالی تقسیم کرده شد. عین حال جمع‌آوری اون شروع شده ادامه دارد. ما کوشش می‌نماییم که نقشه استحصالی شهر رو برزیاد اجرا نماییم. در نتیجه زحمت شبانه روزی امسال پیله پروران نقشه دارند از هر قوطی تا 70 کیلوگرمی پیله به دست آورده در اجرای نقشه سهمگذار باشند.